مشنگی بر بالین پدر بزرگ در حال احتضارش حاضر شد. پدر بزرگ در بستر مرگ با دیدن نوه مشنگش گفت خوب شد آمدی. 100 میلیون و ناگهان تمام کرد. مشنگ به سرعت با ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی او را به زندگی برگرداند و گفت 100 میلیون کجاست؟ کجا؟ پدر بزرگ گفت 100 میلیون بدهی دارم. مشنگ به خشم آمده با دست خودش او را خفه کرد. اگه فکر میکنی که من جوش بیارم کور خوندی، چون من امروز قشنگ به اعصاب خودم روغن زدم که وقتی روش راه میری با کله بخوری زمین. ولی بی انصاف تو چی باقی گذاشتی از مقام عضوای ولایت؟ فقط برای تو مونده بودیم که به حال رو به موتش بند نکرده بودیم، اونم که امروز دیگه تو سنگ تموم گذاشتیم. خب بدبخت بیچاره کریسمس 2018 رو با 2019 قاطی کرده، نباید که خفش کرد. تو خفش کردی. دکتر به دلیل کثرت بدبختی ها برم سر اصل صحبت و دعوا رو بذاریم برای آخر برنامه. سوال مهم، قرار بود اروپا سازوکار مالی برامون جور کنه، کنفرانس ورشو جور شد. این چه وضعیه؟ رابطه با اروپا برای نظام همیشه دیوار ترک خورده بوده، دلش نمیومد خرابش بکنه ولی تکیه بهش نمیتونست بده. ولی دیوار الان رو سرمون خراب شده دکتر. خب رابطه‌مون با اروپا الان یه طوری شده که هر طرفش رو بگیری یه طرف دیگهش خراب میشه، عین پتوی کوتاه میمونه، میکشی رو سرت پاد میمونه بیرون یخ میزنه، میکشی رو پاد سرت میمونه بیرون. هنوز دکتر یه ماه به کنفرانس ورشو مونده، چرا همه جا داریم جار میزنیم که ترسیدیم؟ اینطوری که اونایی هم که نفهمیده بودن میفهمن. قربونه دارم. اگه کسی رو پیدا کردی که هنوز نفهمیده که عضو چقدر ترسیده، سلام بارم بهش برسون. الان وضعیت نظام یه طوریه که هر کی پخ بکنه میترسیم، چه برسه به کنفرانس 60-70 کشوری برای کله کردنمون. مبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که تو تاکسی یک مرسی اکره نشسته بود ای هوا، یهو گفت چی؟ مسافره گفت هیچی به خدا. دوباره مرسی اکره گفت چی؟ مسافره گفت به جان عزیزت هیچی. دوباره گفت چی؟ مسافر گفت خدا شاهده هیچی. دفعه چهارم مسافره خیلی ترسید، گاهی راننده جان مادرت وایسا من پیاده شم، الان سر هیچ و پوچ این فک ما رو پیاده میکنه. راننده گفت بیشی سر جاد بابا، داره عطسه میکنه. دکتر این که الان از پخم میترسیم معلومه، ولی خودمون که نباید اسم دشمن برانداز بیاریم. خب این دیگه مال مشنگی اون بهرام قاسمیه که همه چی رو لو داد. ما تو شیش و بشه چه کار کنیم بودیم که یهو اومد گفت لهستان میزبان دشمن برانداز نظامه و هم گفت ما ساکت نمیمونیم، لهستان مسئول عواقب کارشه که همه به ریشمون خندیدن. های دکتر آره دیگه، پشه که مست بکنه جلو کارخونه پیف پاف عربده میکشه. من نمیدونم این شوتو واسه چی گذاشتن سخنگوی وزارت خارجه. یه بار ازش پرسیدم گفت خودم هم میدونم که خیلی مشنگم، ولی نیتم اینه که به نظام کمک کنم. های دکتر نیت بخوره تو سرش، اون نیتش بخوره وسط فرق کلش. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونن که مشنگه دید چشای باباش قیسه توش اشک جمع شده، رفت تو فاز فیلمای هندی، بغلش کرد گفت فدات بشم نبینم غم تو، تندی دستمال در آورد اشکا رو پاک کرد. بابا هم خوابون تو گوشش گفت شعور نداری؟ قطره ریخته بودم تو چشام همه رو پاک کردی رفت. روشن شد یا برفستم دوباره قطره چشم. آیه دکتر اشاره کردین به بحث پشه مس، یاد سال بعدی افتادم. اون روز حاجی روحانی آنچنان گفت موشک هوا میکنیم که باد قمپوزش ما رو هم گرفت، فکر کردیم از ژاپن زدیم جلو. هر کی هم ما رو تحریم کنه خودش ضرر میکنه. آیه دکتر هم چوب خوردیم، هم پیاز خوردیم، هم 100 تومن رو دادیم. آش نخورده دهن سوخته، کل دنیا ریخت رو کلمون که قطعنامه 2231 رو نقض میکنین. موشک هم که رو هوا پکید. حالا سوزش کنفی موشک یه طرف، حرف بعدی اون شوت سنگین هم یه طرف. کدام شوت سنگین؟ الان تو نظام زیاد شدن حسابشون آقای دکتر از دست در میره. آذری جهرومی مشنگ
که اومد حرف بزنه سکندری خود رفت تو دیوار. به موشک پکیده میگه در مدار خودش مستقر نشد. شیطونه میگه همشی با کف گرگی بزنم تو پوزش که دیگه تو هیچ مداری مستقر نشه. البته حرفای آذری جهرومی یه فایده هم داره دیگه. از این به بعد دیگه کسی به بهرام قاسمی نمیگه مشنگترین آدم دنیا. تو واقعا خیلی ممنون که توی این وضعیت پریشون بالاخره یک امتیاز مثبت برای نظام کشیدین بیرون. آره همیشه میگن به بدبختی گنده تر از اونی که به سرت اومده فکر بکن تا آروم بشی. مرحوم عبوی همیشه میفهموندن رضا بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن که اگه یک کفتری از بالا رو لباست خرابکاری کرد برو خدا رو شکر کن که گاوا پرواز نمیکنن. دکتر به نظر شما پکیدن این موشک خرابکاری نبوده؟ از سطح تکنولوژی ما بعیده که موشک اون رو هوا بترکه. آره از ما بعیده. ما بیشتر رو ترکیدن هواپیما موقع نشستن رو زمین تجربه داریم. آی دکتر من یه پیشنهاد منطقی دارم. ما که الان هواپیمامون رو زمین هم نمیتونیم کنترل کنیم، میزنیم به در و دیوار خونه مردم. موشک هم که به قصد سوریه زدیم خورد تو کرمانشاه، به قصد ماهواره پروندیم ترکید. بریم تو کار زیردریایی، نونش بیشتره. میجیش زیر آب میره اون زیر دیگه هیچکی نمیبینتش. اقتدار تکنولوژی اونو اینطوری تو دنیا مستقر میکنه. آیه دکتر تو نترس الان خودش مستقر شده. من رفته بودم تو همایش علمی اقتصادی شرکت کرده بودم. آمریکایی گفت ما انقدر پیشرفت کردیم که نصف قلب یکی رو ورداشتیم گذاشتیم تو سینه یکی دیگه، بعد 2 هفته سالم شده داره دنبال کار میگرده. آلمانیه گفت این که چیزی نیست، ما یه تیکه از مغز یکی رو ورداشتیم با مغز یکی دیگه پیوند زدیم، بعد 1 هفته سالم شده داره دنبال کار میگرده. منم بهشون گفتم بابا جون بریم پی کارتون. خندیدم گفتم جفتتون بزنین کنار، تکنولوژی ما از همتون جلوتره. 5-6 سال پیش یه بیمغزی رو گذاشتیم رئیس جمهور، الان کل مملکت دارن دنبال کار میگردن. دکتر برگردیم به دکترین پرواز گاو و مثبت دیدن اوضاع پتال. الان برای وضعیت داغون مقام عظما باید چی رو فرض کنیم که خدا رو شکر کنیم؟ هیچی دیگه. داغونتر از وضع مقام عظما وضع خودشه. سب کن الان نمیخواد دعوا کنی، اونو ولش. من میخوام یه چیزی راجع به خودت بگم. میخوام بگم که آدم با مرام استراتژیک درست حسابی مثل تو هیچ جا نیست. خیلی ممنون ای دکتر. کاش شما هم اونقدر مرام و معرفت داشتین که من میتونستم همینو راجع به شما بگم. اشکالی نداره. خب تو هم مثل من دروغ بگو. آقای دکتر آقا این حرفی که شما میزنی من کجای دلم بذارم؟ ایشی بابا تو که برنامه رو با خفه کردن عضو شروع کردی. تو داشتی تو بستر مرد می‌کشتی.